با درود فراوان به شما عزیزان، به برنامه ندای درون خوش آمدید. من دکتر فروژان زینی هستم، روان‌درمانگر، مشاور خانواده و تخصص من در مسائل ارتباطات عاطفی، ازدواج، قبل از ازدواج، بعد از طلاق و افسردگی و تشویش و اضطرابه. برنامه‌هایی که برای شما تهیه می‌بینیم در ندای درون یه مقدار زیادی ارتباطاتی رو که بین اشخاص وجود داره رو نگاهی می‌کنیم از قسمت‌های روانشناسی و از قسمتی که چطور می‌تونه این رابطه بهبود پیدا کنه و هر روز بهتر و بهتر بشه و اینی که مسئولیت شما در قبال این نوع رابطه‌ای که برقرار می‌کنید چی هست. برای ارتباطاتی که با هم در حقیقت به وجود میاریم، هر کدوم ماها مسئول اون ارتباطات هستیم و مهم میشه که نگاه بکنیم، آگاه باشیم که چه کارهایی داریم انجام میدیم که اون ارتباطات رو ممکنه که خراب بکنیم و شرایط ایدئال براش به وجود نیاریم و بعد از اون آگاهی حالت‌هایی رو یاد بگیریم، کارهایی رو یاد بگیریم، مهارت‌هایی رو یاد بگیریم که در اون فضا بتونیم که این ارتباطات رو برگردونیم و سالمش بکنیم و ارتباطات طولانی رو داشته باشیم. حالا اینا ممکنه که با یارمون باشه، با همسرمون باشه، با فرزندانمون باشه، با کسانی که اطرافمون هست، با کسانی که سر کار و حرفمون هست ملاقات میکنیم و با اونها دائم چندین و چند ساعت در روز داریم کلنجار میریم یا ارتباطات سالم برقرار میکنیم. برای اینی که برنامه‌های ندای درون رو مخصوصا برنامه‌های قبلش رو بتونین ببینین، این برنامه‌ها همش توی یوتیوب خواهد بود و میتونین برید به فیسبوک و از طریق فیسبوک من که روی صحنه تلویزیون آدرسش رو میبینید میتونید به اونجا برید و نگاه بکنید به هر هفته از برنامه‌ها و یا اینی که برید تو خود یوتیوب چنل و اسم من رو که بزنید تمام برنامه‌ها براتون میاد. یک رشته بسیار بزرگی از زمان رو در حدود 6 ماه رو فقط ما به ارتباطات جنسی و هیومن سکشوالتی پرداختیم که تمام اون یوتیوب ها به زبان فارسی برای شما هستن. با خانم نسرین برخورداری مقدار زیادی از گفتمان رو شروع کردیم راجع به ارتباطی رو که سالم هست و قبل از ازدواج در حقیقت داره اتفاق میفته و اون ارتباطات مهم هستش که بدونیم چجوری رابطه رو شروع بکنیم. روزی نیست که من کلاینتی نداشته باشم که زن و مرد میان توی دفتر من میشینن، با هم آشنا شدن، یواش یواش 6 ماه 1 سالی با هم بیرون رفتن، صحبت ازدواج کردن و در این شرایط همینطور که ارتباط داره عمیق‌تر میشه، قوی‌تر میشه و با همدیگه دارن با فامیل همدیگه آشنا میشن. در این فضایی که با فامیل همدیگه آشنا میشن، گرفتاری‌های هم بین خودشون پیش میاد، هم بین افراد فامیل و گروه دیگری که در حقیقت وارد زندگی اونها میشن، شاید تو گفتمانشون اشکالی پیدا بشه یا در مواردی که صحبت میکنن، موارد مالی، موارد این که چجوری با هم زندگی کنن، کجاها، چجوری ارتباط برقرار کنن با فامیل خودشون و یکدیگر، مشکل ساز میشه. این برنامه ها رو در حدود 6 هفته برای شما به وجود آوردیم و میتونید اونها رو هم دوباره برید توی یوتیوب نگاه بکنید و نگاه کنید که از چه دریچه های، از چه زوایایی ما در حقیقت به این مسئله نگاه کردیم که بتونید راه‌های درست و راحتی رو که میتونین اجازه بدین به خودتون که یاد بگیرین و این مهارت‌ها رو استفاده بکنین برای اینکه قبل از ازدواج رو راه بندازین و مسیر درستی رو برای اون به وجود بیارین. این قسمتی که شاید برای همه ماها دشواره که بهش نگاه بکنیم، خجالت میکشیم بهش نگاه کنیم، به همون بر میخوره که اصلا بهش نگاه بکنیم وقتی قبل از ازدواج داریم مبحث رو باز میکنیم یا حتی توی ازدواج هستیم. مسائل قانونی که در حقیقت اتفاق میفته در کنار مسئله ارتباط عاطفی که وجود داره. خیلی از اشخاص وقتی که راجع به مسائل قانونی صحبت میکنن و میخوان که با وکیلی تماس بگیرن، همیشه میگن چرا من این کار بکنم؟ چرا من باید قبل از ازدواجم به طلاقم فکر کنم؟ چرا باید زمانی که بالاترین و بهترین رومنس رو در حقیقت میتونم داشته باشم باید بیام و نگاه بکنم به اینی که اگر طلاق گرفتم چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ این مبحث یک مبحث به خصوصی شده مخصوصا در امریکا و جاهایی که موارد قانونی که وجود داره دور و بر ازدواج
خیلی قوانین به خصوصیه و تأثیر میذاره روی اون شرایط. یعنی وقتی که مثلا در ایران 2 نفر میخواستن ازدواج بکنن، خانواده ها مسائل مالی رو تقریبا با همدیگه گفتگوی میکردن. برای خیلی از کسانی که مسلمان بودن مهریه میذاشتن و آدما بزرگترهای فامیل میشستن در کنار همدیگه و گفتگویی داشتن روی این مهریه و اینی که چقدر باید مهریه باشه، اگر که احیانا اون شخص طلاق بگیره چه نوع ساختمان‌هایی رو، چه نوع اموالی رو باید در حقیقت به اسم یک نفر میکردن، به اسم همسر میکردن، به خاطر اینی که مطمئن باشن که از نظر تطابقی که مسائل مالی داشت یک جوری از همدیگه نگهداری میشد و میدیدیم که مسائل ازدواج به خاطر اینی که از قسمت عاطفی فراتر میره و یک قسمت قانونی رو در بر میگیره، از قسمت عاطفی فراتر میره مسئله اجتماعی رو در بر میگیره، از قسمت عاطفی فراتر میره و مسائل مالی رو کماکان مکررن داره در بر میگیره. یک جایی به نظر میاد که روزی که میرن اون 2 شخص محضر و دارن امضاها رو میکنن، دیگه فقط از فضای رمانتیک و احساسی در میاد و یک زوایای دیگه رو باید در نظر گرفت. خب در ایران یک مسئله دیگه ای بود که این فضا رو باز میکرد و اون هم قوانین به خصوصی بود که توی اون قوانین ممکنه بعداً اون فضا رو به وجود میاره. کسی که در امریکا هستن خب نمیتونن به اون قوانین نگاه بکنن، بلکه اون قوانین برای اونها در این مملکت کارایی نداره، ولی همون فضای اون قوانین داره روزمره در مسائل رو تحت شعاع قرار میده. به خاطر همین هم این مبحث پریناپچوال اگریمنت، یعنی قراردادی که قاعدتاً قبل از ازدواج قرار اتفاق بیفته بین دو شخصی که مسائل مالی رو نه تنها در نظر بگیره، ولی معمولاً داره در نظر میگیره برای اینکه زمانی که خدای نکرده اگه طلاقی به وجود بیاد، با اینی که یک مسئله مالی و قانونی هست، ولی جالب اینجاست که مسئله احساسی و ارتباطی رو خیلی خیلی زود در بر میگیره. در نتیجه اونجا میبینیم که وقتی 2 نفر میان توی دفتر من، اولش که راجع به این مسئله صحبت کردن، هر کدومشون میگه نه 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 احتیاجی نیست، مگه تو به من اعتماد نداری، مگه مشکلی وجود داره، من که به خاطر پول تو با تو نیستم، هر دوی ما قراره مسائل نگاه کنیم، ولی اصلا نگاه بکنیم یعنی که داریم به طلاق نگاه میکنیم، من نمیخوام اصلا به طلاق نگاه کنم. و بعد کل حالت رومانتیکی و که حالت سیندرلا استوری که برای مخصوصا خانم ها به وجود اومده که تو عروسی و زیبایی و پرنس من داره میاد و من از تیکر میکنه و میبره جلو، رو یک دفعه انگاری خدشه‌ای توش میندازه و در اون شرایط یک دفعه میبینیم که یک مقدار شک و یک مقدار دور شدن و دوباره نگاه کردن به همدیگه که خب چرا اصلا این مبحث داره به وجود میاد، یک دفعه این خودش رو باز میکنه. در این شرایطه که خیلی خیلی کمک میکنه که اشخاص آگاهی کافی رو داشته باشن از این مسئله و وقتی که این آگاهی رو ندارن، مسائل احساسیشون مشکل به وجود میاره برای اونها و در این زمانه که میبینیم مشکلات هر نظر قانونی و از نظر احساسی بالاتر میره. به خاطر همین هم هستش که من دعوت کردم از دوست عزیزی که ایشون وکیل هستن و وکیل خانواده هستن که بتونیم یک مقدار آگاهی رو برای شما عزیزان به وجود بیاریم در مورد مسائلی که قبل از ازدواج هست و در فضای ازدواج باید رعایت بشه، آگاهی شما داشته باشین تا بتونین ارتباط سالم رو انجام بدین و در کنار هم اون نزدیکی رو نگه دارین، حتی اگر مسائل مالی و قانونی رو دارین نگاه میکنین. پس با ما باشین تا چند لحظه دیگه با جناب استیو زن در کنار شما خواهیم بود. آژانس مسافرتی فراز عرضه کننده بهترین سرویس با ارزانترین قیمت‌ها برای مسافرت به همه نقاط دنیا. فراز ترافل مشاور دلسوز شما در امور مسافرتی. تلفن 818 388 1983 و 951 929 97 50. faraztravel.com. با فراز ترافل با آسایش بر فراز آسمان ها پرواز کنید.
اطلاعیه مهم گالری لافایت. توجه، انتظارها به پایان رسید. گالری لافایت حراج بزرگ سالیانه خود را در روزهای جمعه و شنبه 29 و 30 نوامبر و یک شنبه اول دسامبر 2013 از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر در هتل مونتاژ واقع در شماره 225 کنون درایو در شهر بیولی هیلز برگزار می‌نماید. در این حراج بزرگ جدیدترین و زیباترین پوشاک پوست از قبیل مینک، چینچلا، سیبل و پرژین لم و همچنین شالهای مزین و انواع پوست‌ها کار جدید دیزاینرهای اروپا و امریکا به معرض حراج عموم قرار می‌گیرد. لطفاً در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 29 30 نوامبر و اول دسامبر برای بازدید از این حراج بزرگ با پذیرایی به هتل مونتاژ بیولی هیلز مراجعه بفرمایید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حراج بزرگ گالری لافایت در هتل مونتاژ با شماره تلفن 213 744 0333 و یا کارنمای lafurs.com تماس حاصل فرمایید. حراج بزرگ گالری لافایت در هتل مونتاژ بیولی هیلز 213 744 0333. دارندگان فرش‌های نفیس ایرانی، برای شستشو و نگهداری از این هنر ارزنده ایران راه دور نروید. فاصله ما با شما فقط یک تلفن رایگان میباشد. کارخانجات فرش‌های تهران در 2 شعبه لس آنجلس بزرگ و شهر لاس وگاس با سالها تجربه و با استفاده از مدرن‌ترین دستگاه‌های قالیشویی در خدمت شماست. فقط با یک تلفن به کارخانه فرش‌های تهران، فرش‌های ایرانی، غیر ایرانی، فرش‌های انتیک و ابریشم خود را به دست هنرمندانی با تجربه در فرش‌های تهران قرار داده و با خیال آسوده نظاره‌گر تمیزی، لطافت، شفافیت و درخشندگی فرش‌های خود باشید. رفوگری و انواع تعمیرات پذیرفته می‌شود. پس تلفن از شما و سرویس فرش‌های شما در شهرهای لس آنجلس و لاس وگاس همراه با حمل و نقل با ما. شماره تماس 888 369 0000. کاروان عشق با شکوه‌ترین شب‌نشینی و کنسرت ستارگان شعر و موسیقی و فرهنگ و هنر ایران زمین با حضور مرد آوازها و شادیها عطا. گذشت عمر و جوونی هاشو فرصت همینه، دلو بسپار به شادی که غم‌ها در کمینه، که غم‌ها در کمینه. ستاره حنجر طلایی شهر رویا صبا. شب که از راه میرسه غربتم باهاش میاد. تکخال پرآوازه هنر احمد آزاد. باشو رقص و بپا کن، کمی با ما صفا کن، 2 روز عمر دنیا دلو از غم رها کن، دلو از غم رها کن. صدای ماندگار بانوی آواز مریم نجمی همراه با نوای نای ایرج طاهری. بهارم دخترم از خواب برخیز. و با حضور هنرمند برجسته و پیشکسوت موسیقی ایران محمد رضا قوامی. مرا ببوس، مرا ببوس. مراکز تهیه بلیط در منطقه ولی کیو مارکت، انسینو گلک مارکت و وودلند هیلز مارکت، وست وود سانت سیتی، پیکو ایلات مارکت، وست وود موزیک باکس و شرکت کتاب، سانتا مونیکا کاشر مارکت و از طریق آنلاین 08ticket.com. تلفن رزرو و اطلاعات 310 927 1926. سبزی با تراوت و تازگی از راه رسید. سوپرمارکت سبزی بهترین محصولات، تازه ترین میوه و سبزیجات، کامل ترین دلی و مرغوب ترین گوشت و مرغ و ماهی، قنادی و نان داغ را با مناسب ترین قیمت ارائه می کند. سوپرمارکت سبزی مجهزترین و کامل ترین سوپرمارکت ایرانی در 17461 ونتورا بولوار، شهر انسینو. 818 745 1313. سبزی، تراوت، تازگی در سوپرمارکت سبزی. خرد زندگی، مجموعه‌ای از سیدی‌های صوتی که شما رو به اعماق وجود خودتون میبره تا آرامش درون، خواب آسوده، رهایی از احساساتی که شما رو آزار میده و با بدن خودتون متصل میکنه، به زبان فارسی و انگلیسی.
این مجموعه با صدای دکتر فوژان زینی شما رو هیپنوتیزم میکنه و کلمات تلقینی به کار رفته میشه تا شما رو سریعتر به اهداف خودتون برسونه، با موسیقی که به شما آرامش میده و با تکنیک مانو و بیت. برای سفارش این CD های صوتی با دکتر فوژان زینی در تارنمای fusion.com تماس بگیرید و یا با شماره تلفن 818 648 2140 818 648 2140. Hello, I'm Dr. Foojan Zain. I'm a psychotherapist, a licensed marriage and family therapist, speaker, and an author. I would like to tell you about a seminar, The Power of Two, that I'm doing with Behnam Bakhshande, which is a wonderful coach and a relationship and a business coach. This seminar is about you in your relationship, the most important aspect of your life, your intimate relationship. In this seminar, you will get how you have been behaving, how you have been thinking, your belief system and your behaviors within your intimate relationship that has created the result that you have gotten right now. And will give you a lot of tools, amazing keys in how to create a successful relationship and how to sustain and maintain it. I hope you enjoy it. به برنامه ندای درون مجددا خوش آمدید. مهمان امروز من جناب آقای استیو زند که وکیل خانواده هستند و استاد دانشگاه حقوق. مرسی از اینکه تشریف آوردید. مرسی از دعوت شما. معمولا کسانی که اینجا میان روانشناس هستن. حالا بینندگان ما میگن خب چرا وکیل، کسی که وکیل هست رو درخواست کردی بیاد، مخصوصا وکیل خانواده و طلاق، ولی زمانی که اون شخص هنوز ازدواج نکرده. و دلیل بسیار خوبی برای من داره حداقل، و به خاطر اینه که من کلاینت هایی که برام میان دارن یواش یواش راجع به یک مسئله به اسم پریناپچوال اگریمنت صحبت میکنن. بعد جالبه که به جایی که دو نفرشون قاعدتاً اکسایتد باشن و بگن واو مثلا یکی اومده اینو خواسته از ما پس بریم نگاه بکنیم، یک جوری مسئله مثل اینکه طلاق رو دارن زودتر راجبش صحبت میکنن و بعد مسائلی که چجوری با خودشون رو پروتکت کنن دارن صحبت میکنن. بعد یه جوری انگار مثلا دارن همدیگه رو تراست نمیکنن. زرنگبازیاشون، زرنگبازیای مادیشون که خیلی موقع قراره بعداً در بیاد، اولش داره در میاد و به خاطر همین یک موقعیت احساسی و ارتباطی خیلی عجیب غریبی میشه با خودشون و بعد خانواده هاشون که شروع میکنن این واف شدن. و درخواستم از شما اینه که یه مقدار زیادی آگاهی به دوستان بدین، چون به نظر میاد که این مسئله به هر صورت در امریکا داره رواج پیدا میکنه. کاملا حرفاتون درسته. مطلب اول اینه که ما باید قبول بکنیم که تصمیم ازدواج شاید مهمترین تصمیم زندگی یک شخص باشه. یعنی شما روانشناسین ولی من 25 ساله که وکیل طلاقم و میبینم که چقدر این تصمیم مهمیه و اونطوری که باید شاید درباره‌اش فکر نمیشه انجام و برنامه ریزی نمیشه براش. ازدواج کردن آسونه، خیلی هم شاید فان باشه، ولی کن بایستی آدم فکر بکنه که آیا این شخصی هست که میخواد بقیه عمرشو باهاش باشه. این شخص شریک زندگی آدمه، باید دوست آدم باشه. اینا مطالبی هست که خب ما باید بیشتر دربارش فکر کنیم و بایستی که آگاهی داشته باشیم. از حساب استاتستیکس الان در کالیفرنیا 50% تمام ازدواجات اول به طلاق تموم میشه. یعنی مثل فلیپینگ آف ا کوین، 50-50 خیلی درصد احتمال زیادیه. ازدواج طلاق دوم 60 سوم 70 شروع میکنیم به بالا رفتن. میبینیم دیگه آقای لری کینگ و اشخاصی که مووی ستار هستن، الیزابت تیلر چقدر ازدواج داشتن. هر چقدر تعداد ازدواجشون بیشتر بشه تعداد طلاق هم بیشتر میشه. بنابراین ما باید یک قبول بکنیم که احتمال طلاق یه چیزی نیست که فقط برای دیگرانه، برای همه ما هست. 50-50. مثل اینکه ما بگیم که ما هیچ وقت تصادف اتومبیل نمی‌کنیم. این اصلا فکرش بچگانه هست. حالا که اگه ما می‌خوایم ازدواج بکنیم باید از خودمون بپرسیم آیا داریم برای دلایل صحیح ازدواج می‌کنیم؟ اگر اون دلایل صحیح وجود نداشته باشه که اون رشته شماست، این ازدواج
بایستی که دربارش دوباره فکر کرد. از نظر مادی خیلی اثر داره روی تمام دارایی سرمایه شما که داشتین قبل از ازدواج و دارایی سرمایه که در مدت ازدواج به وجود میارید. مسائل خرجی که به وجود میاد، مخصوصا در ازدواج‌های طولانی مدت، اینا همه مطالب مهمیه. حالا اینا رو بذاریم کنار. ما بایستی بدونیم که قبل از اینکه میخوایم ازدواج بکنیم چه مسائل فاینانشال باید درباره این شخص بدونیم. یه چیزی که ماها اکثر اشخاص براشون واضح نیست اینه که وقتی شما ازدواج میکنین، قرض قبل از ازدواج همسر آینده‌تون درآمد مشترک شما is liable، یعنی مسئول پرداخت قرض قبل از ازدواج همسر آینده شما هست. یعنی you are buying into their debts and obligations. شما دارین وقتی باشون ازدواج میکنین اون قرضشون هم مسئولیت میگیرین. حالا پول جداگانه شما مسئول پرداخت این قرض جداگانه قبل از ازدواج همسر آینده‌تون نیست، ولی پول مشترک شما مثل درآمدتون، your earnings, your accumulations، تمام اینا لایبل برای قرض قبل از ازدواج. یکی از کارهایی که باید بکنن بایستی که کردیت ریپورت بگیرن. بله، یکی از مسائلی که مهم میشه مخصوصا برای ایرانیان اینه که بسیاری از ایرانیان دارن هایر ایژوکیشن میگیرن، رفتن فوق لیسانس گرفتن، دکترا گرفتن، پزشک شدن، وکیل شدن و همونطور که شما میفرمایید دو حالت داره. یکی اینه که لون استودنتاشون رو دارن با خودشون میارن، قرضای خیلی خیلی زیادی رو که از به خاطر دانشگاه‌ها اکیومولیت کردن دارن با خودشون میارن. یکی اینه که شاید که کارشون، حرفشون رو، پرکتیسشون رو استابلیش کردن و قاعدتاً در یک جایی دارن میان با هم آشنا میشن و زمانی دارن با هم ازدواج میکنن که شاید یک مقدار پول، پرکتیس و همه اینا ساخته شده. این یه قسمتی که برای ایرانی‌ها خیلی خیلی مهمه نگاه بکنن. قسمت دیگرش هم اینه که یکی از گروه‌هایی هستیم که خانوادگی خیلی بیزنس دارن. در نتیجه مثلا پدری میاد از ایران یه پولی رو به وجود میاره اینجا و تمام برادرها، خواهرها میان توی اون بیزنس، بعد از اون بیزنس همینجوری قلمبه بیزنس‌های دیگه میزنن. خیلیشون قرارداد با هم دیگه نمیبندن که کدوم بیزنس مال کیه و یک شرایطی در اون بیزنس باز از قبل از ازدواج به وجود میارن که بعد وقتی که دارن ازدواج میکنن همه اینها یک کانفیوژنی به وجود آورده که باز اینو مثلا در ایرانی‌ها خیلی بیشتر می‌بینیم به خاطر فرهنگمون تا شاید امریکایی‌ها. به خاطر همین هم هستش که مسائلی که شما دارین مطرح میکنین برای خانواده‌های ایرانی که امروز باید یه جور دیگه‌ای به مسئله ازدواج و طلاق نگاه بکنن حائز اهمیت میشه. پرواضح ما سعی میکنیم که مسائل مادی رو فکرشو نکنیم، ولی که این یکی از حقایق زندگیه. شما نمیتونین این مسائل رو از اکویژن ازدواج، فرمول ازدواج در بیارین. داشتم صحبت میکردم اینی که حالا صحبت میشه که اگر من میخوام ازدواج کنم چه نوع اطلاعات مادی باید از همسر آینده‌ام داشته باشم. کردیت ریپورت بگیرم، یکی 100% بایستی ببینین که ایشون چه نوع کردیتی داره، چه نوع قرضای قبل از ازدواجی داره. شاید ما در ایرانی‌ها تعارف بکنیم و احساس بکنیم که بحث کردن این سوالات اشتباهست، در صورتی که اشتباه نیست، برای اینکه شما مسئولیت ممکنه داشته باشین براشون. و تازه بعضی وقتا هست که اگه کردیت ریپورت هم داشته باشین، بعضی از قرضا هست که شما حتی دربارش اطلاع ندارین. مثلا یک شخصی ممکنه یه ماه 2 ماه قبل از ازدواج تصادف اتومبیلی داشته باشه که به یک کسی دیگه صدمه زده باشه، میگه که پیش خودش خب من بیمه دارم. اکثر مردم چقدر بیمه دارن؟ $15,000، $30,000، $100,000. این بیمه شاید قطره‌ای باشه در خرج مسئولیت حقوقی اینها. پس بنابراین این یه مسئولیت حقوقی هست که حتی یک کردیت ریپورت نشون نمیده و دارن وارد این ازدواج میشن چون حتی این قرض هنوز به جاجمنت نرسیده ولی به جاجمنت خواهد رسید و کامیونیتی پراپرتی یا متاسفانه
معادل فارسی صحیح نداره کامیونیتی پراپرتی، ولی کامیونیتی پراپرتی is earnings and accumulations of the parties during marriage، یعنی درآمد و سرمایه‌ای که زن و شوهر در مورد ازدواج به وجود میارن. این پول مسئول پرداخت صدمات بدنی هست که شما حتی قبل از ازدواج داشتین. شما شاید رفتین به کسی اینو صدمه دیگه ای زدین، defamation، libel، هر نوع تورتی که ممکنه به وجود اومده باشه شما مسئولین. اینا مسائل سبکی نیست. و بعد میرسیم به مطالبی که شما پیش آوردین. اشخاص مخصوصا در اجتماع ایرانی فامیلی بیزنس دارن و بایستی قبول بکنن که این ازدواجی که دارن میکنن روی این بیزنسی که قبل از ازدواج داشتن اثر میکنه و شاید پای بقیه فامیلشون که در شریک هستن وارد این کیس بشه. جوانب خیلی زیادی هست که بایستی عمیقاً درباره‌اش فکر بکنن. بعد اتفاقی که میفته، چون من شرایطی که تو دفتر خودم خیلی تجربه کردم رو میخوام براتون توضیح بدم و شاید کمکی بکنه به دوستانی که دارن گوش میدن. یکی از اتفاقاتی که داره میفته اینه که کسانی که بیزنس دارن تو خانواده، در نتیجه خانواده بهشون میگه حتما برو پریناپچوال اگریمنت بگیر از این کسی که میخوای بری ازدواج کنی و اونو فشار میدن که این کارو حتما انجام بده، برای اینکه میخوان خودشون رو پروتکت بکنن که اگه 1 سال بعد 2 سال بعد این خواست طلاق بگیره نیاد اونجا حقی تو تمام این مسائل بخواد. و بعد شاید لفظاً میرن یه مزه‌ای میپرونن، میبینن مثلا عروس خانم یا داماد خیلی ناراحت میشه، بعد دوباره پس میگیرن، میگن حالا چیکار کنم، نمیخوام اینو ناراحت بکنم. بعد کاری که میکنن اینه که مثلا کارتا میره بیرون، همه اتفاقا میفته، تمام حتی صندلی ها مشخصه کی قراره پیش کی بشینه. 1 هفته قبل از اینی که عروسی باشه یک قرارداد بزرگ رفتن از وکیلشون گرفتن، تمام فامیل هم دورش نشسته، میشونن اون عروس یا دامادو، میگن حالا امضا کن. یعنی مثل بلک میل میشه اون لحظه. و خیلی این داره اتفاق میفته که حالا 2 حالت داره، یا یک نفری هستش که بهش بر میخوره و تخصه و میگه نمیکنم و اونجا دعوا شروع میشه، یا یه نفر هستش که بهش بر میخوره ولی اون لحظه آخر میگه که چون دوست دارم و میخوام اعتماد بکنم that's okay انجام میدم، ولی یک دلخوری براش به وجود میاد. they feel bullied، احساس میکنن بهشون اجحاف شده که این فرصت بهشون داده نشده که حتی طرف این رو بگیره ببره پیش یک وکیل دیگه ای چک کنه ببینه بتونه نگوشیشنی از اون اول به وجود بیاد. لحظه آخر یک دفعه این رو انگار مثلا تو حلقومش دارن میکنن و خیلی مشکل داره به وجود میاد. من ازدواجایی دیدم که انقدر بهشون برخورد این خانواده و به آبروشون میریخته اگه میخواستن عروسی رو کنسل کنن، عروسی رو گرفتن 2 هفته بعدش کنسل کردن، بعد طلاق گرفتن، انامنت به وجود آوردن. اگه لطف کنیم مقدار راجع به این مسئله هم صحبت بکنیم که چطور توی تجربه که شما دارین چه نوعی شاید بهترین نوع اینه که این پروسه چون باید اتفاق بیفته بتونه به حالت سالم اتفاق بیفته. گفتمانی که باید داشته باشن شاید 2 نفر چی باید باشه توی این فضا که بتونه این راه رو کمتر از نظر احساسی به هم دیگه صدمه بزنن و از نظر مادی و قانونی سلامت رابطه‌شون رو به وجود بیارن. بذارین اول با این شروع بکنم که من دیگه قرارداد قبل از ازدواج نمی‌نویسم. مثلا این صحبتی که دارم میکنم به خاطر این نیست که به کسی بگم که خب بیاین پیش من قرارداد قبل از ازدواج براتون بنویسم. من دیگه نمی‌نویسم و دلیلش هم واضح بگم، مسئولیت حقوقی که برای وکیل داره و نسبت به درآمدی که میتونه وکیل داشته باشه برای تنظیم این قرارداد اقتصادی نیست. در سال 2001 قبل از 2001 کیسی بود که رفت به سوپریم کورت کالیفرنیا به نام مریج آف بانز. شاید شما بری بانز رو شنیده باشین اسمش. بری بانز بیسبال پلیری بود که از سان فرانسیسکو جاینتس بود و سالهای سال و این یکی از مشهورترین بیسبال پلیرها بود. اون موقع که خواست ازدواج بکنه با یه خانومی که تازه از سوئد اومده بود به نام سان که انگلیسی کم میدونست، تحصیلات نداشت، این هم جوان بود و درآمد کم داشت. یه روز بهش گفت که میخوایم بریم لاس وگاس ازدواج کنیم. وایستادم پیش وکیلش، گفت این قرارداد قبل از ازدواج ما، امضاش بکن.
زن آیندهش هم اینو ازدواج کرد بدون دسترسی به وکیل و اینها رفتن ازدواج کردن. سالهای بعد طلاق شد. این ولیدیتی یا اعتبار قرارداد قبل از ازدواج، برای اینکه شما ببینید هر قراردادی که شما در قبل از ازدواج می‌نویسین الان این قرارداد شرایط یا circumstances of the execution، یعنی شرایط امضاش خیلی حیاتیه. این کیس رفت به تمام سوپریم کورت کالیفرنیا و سوپریم کورت کالیفرنیا گفت که حتی چون انگلیسیش ضعیف بود، حتی وکیل نداشت و مدت از زمان نداشت برای حتی خوندن و مطالعه این تا روز ازدواج، این قرارداد رو رسمی دونست. بعد از این marriage of bonds مجلس کالیفرنیا در قوانین قراردادهای قبل از ازدواج که درستش هست pre-marital agreement، تو کالیفرنیا ما pre-nuptial agreement اصلا نداریم، is pre-marital agreement. There are synonyms، یعنی معنیش یکیه، ولی چون قوانین کالیفرنیا اسمشو میذاره pre-marital agreement، ما هم بایستی صحیح بهش اشاره کنیم از pre-marital agreement، یعنی قرارداد قبل از ازدواج. گفت که از 2001 به بعد اگه شما دارین وارد قرارداد قبل از ازدواج میشین، بایستی مینیمم 7 روز بگذره از زمانی که شما قراردادتون رو دارین میدین به همسر آیندهتون تا اون موقعی که داره امضا میکنه. اگر که بخواین، و شرایط خیلی زیادی بهش اضافه کرد که اجرا کردن این قرارداد فوق‌العاده سخت شد. اگر کسی بیاد چند روز قبل از ازدواج یه قرارداد بذاره جلوی یه کسی بگه امضا بکن، الان هیچ وکیلی که بلد باشه داره چی کار میکنه محاله که بذاره طرف مقابل بدون داشتن وکیل جداگانه اصلا وارد همچین قراردادی بشه. یعنی اصلا اگه هر کس وکیل خوش نداشته باشه، اصلا این اشتباهه که این قرارداد انجام دادن. این یک. دو، شما باید توی این قرارداد قبل از ازدواجتون make a reasonable and full disclosure of all your assets and liabilities. یعنی شما بایستی که کتباً تمام درآمد، لیست سرمایه‌ای که دارین و چی دارین و چی ندارین و همه اینا باید توی قرارداد ذکر بشه از هر دو طرف. از هر دو طرف. اگر که کسی بیاد به من بگه که من که دیگه نمی‌نویسم اینو، و حتی کسی میاد به من میگفت که شما یه وکیل معرفی بکن، من میگفتم محال این کارو بکنم، برای اینکه در آینده نمیخواین همسر آیندهتون بگی خب این وکیلی که اینا با من معرفی کردن با اینا آشنا بود. میگم که شما برین وکیل خودتون رو جداگانه بدون اینکه وکیل شما معرفی کنه پیدا کنین. اگه بگی خب پول نداره برای این کار، میگم به هیچ وجهی پول مستقیم به اون وکیل ندین، پولو بدین به همسر آیندهتون، اون میتونه هر کاری درش بخواد بکنه. اگر که زبان انگلیسی زبان تسلط کامل ندارن، تمام این قرارداد رو ترجمه کنیم به زبان اصلشون. اگر که توی این قرارداد زمان محاله که این قرارداد، من محال بود که همچین قرارداد تهیه کنم اگر که روز ازدواج تعیین شده باشه، برای اینکه اون لحظه که شما روز ازدواج تعیین میکنین و شما به مردم اطلاع میدین که ما داریم ازدواج میکنیم و حالا همسر بیاد بگی که قرارداد امضا بکن، چیکار کردین؟ یک آس دادین به همسر آیندهتون که در آینده بیاد بگه که این قرارداد اجرایی نیست، چون وقتی به من داده شد من زیر دورس یا فشار بودم، اگر که من این امضا نمی کردم آبروریزی می شد برام. بنابراین this is called duress coercion. اوکی. و باید خیلی مسئله مهمی که شما میگین، چون من حتی میتونم بهتون بگم در هفته اخیر 3 تا کوپل بودن که اومدن پیش من، کارت آماده است، داره میره بیرون، یه برخیشون کارتا رو فرستادن و تازه اون شخص رفته تو پیش وکیل و در کنار وکیل داره میاد این کار رو انجام میده و داره میاره پیش همسرش. من تعجب میکنم از اون وکیلی که اصلا حاضره که یک همچین قراردادی طبق این شرایط امضا بکنه، برای اینکه ببینید چی میشه. 10 سال میگذره و ممکنه 50-50 حساب احتمالات طلاق این ازدواج تبدیل به طلاق بشه. اولین سوالی که پیش میاد آیا که این قرارداد قبل از ازدواج اجرایی هست یا نه.
اولین کاری که دادگاه باید بکنه باید ببینه که شرایط امضا شدن چی بوده. آیا اندازه کافی زمان بوده؟ آیا اندازه کافی و اطلاعات درباره دارایی و سرمایه داده شده؟ دادگاه باید ببینه که آیا وکیل مقابل داشته. Did they make a knowing, informed and intelligent decision؟ اینا همه باید رسیدگی بشه و اون موقع اینا میخوان چیکار بکنن؟ بیان بگن که روز ازدواج ما بوده 5 روز دیگه و ما این قرارداد گذاشتیم جلوی اینا، گفتیم که ازدواج امضا بکن وگرنه ازدواج باطله. اصلا شما نمیخواین خودتون همچین موقعیتی بذارین. این اشتباهه. پس بنابراین قوانین جوری شده که تا اونجایی که بشه اون شخصی که قراره که این امضا بکنه زیر فشار امضا نکنه، بدون کمک از وکیل جداگانه خودش هم چیزی رو امضا نکنه، مطلع باشه. اون موقعی که من این کارا رو میکردم، من همیشه اون روزی که میخواستیم قرارداد رو امضا بکنیم ویدیو تیپ میکردیم. یک شخص حرفه‌ای می آوردیم که اینا کار دیپ دپوزیشن ویدیو تیپ میکنن. من توی اون جلسه هستم، وکیل مقابل توی اون جلسه هست و زن و شوهر آینده و یه ویدیوگرافر که اون وقت زیر ویدیو من خانومی آقا رو میشونم، حدود 1 ساعت 1 ساعت و نیم ازشون سوال میکنم که شرایط امضای این قرارداد چی بود؟ کسی تو رو تهدید کرد؟ تو آیا روز ازدواج تو تعیین شده بود؟ کسی مجبور شد اینو باطل بکنی؟ آیا به تو قولهایی داده شده بود که توی چارچوب این قرارداد نیست؟ آیا تو با وکیل اندازه کافی برای صحبت زمان داشتی؟ و اون وقت رتبه به رتبه تمام این قرارداد رو براش توضیح میدم و میگم درک میکنی که اگه تو این امضا بکنی معنیش چیه؟ آیا با وکیل صحبت کردی و وکیلت هم بهت گفته که شرایط حقوقی امضای این چیه؟ دونه بدونه دونه همه اینا باید سوال بشه و این شخص و یه استنوگرافر هم هست که همه چیز رو تایپ میکنه و ایشون زیر قسم هست، در پایینش هم یه نوتری هست که همه چیز رو امضا میکنه و این قراردادایی که من تهیه میکردم مینیموم شاید 3 تا 4 اینچ قطرش بود، چون مقدار زیادیش وقتی شما دارین ازدواج میخواین بکنین بیزنس دارین، باید تکس ریترناتون رو جزءش باشه، درباره پروفیت اند لاس بیزنستون توش باشه، بیزنس والویشن باشه، ریال استیت هولدینگاتون، قرضاتون، تمام اینا باید دیسکلوز شده باشه. پس یکی از همونطور که به شما گوش میدم جالبه، برای اینکه خیلی موقع‌ها اشخاص فواید این مسئله رو آنچنان متوجه نیستن که بیشتر میرن توی جایی که پس اگه ما قرار طلاق بگیریم چه اتفاقی میفته. ولی همونطور که به شما گوش میدم میشنوم که چقدر اشخاص به خاطر اینکه دوست ندارن راجع به مسائل مالی صحبت بکنن خجالت میکشن. اتفاقی که میفته اینه که نمیدونن راجع به هم دیگه و بعد میرن توی ازدواج ها و روبرو میشن و شوک میشن با مسائل مادی که حالا نمیدونن باهاش چه کار کنن. این مسئله رو من خیلی زیاد توی دفتر دیدم که بعد از 1 سال 2 سال زن و شوهر میان و خانم یا آقا برمیگرده میگه که ما این مسئله رو از من قایم کرده بودن، فامیلشون از من قایم کرده بودن، هیچی به من نگفته بودن، بعد از اینه که ما ازدواج کردیم همه اینها برملا شد و حالا من چی کار بکنم؟ حالا 2 تا بچه دارم، الان که نمیتونم طلاق بگم، طلاقم بگیرم اینا گیرم خیر منو میگیره و نمیتونم اون فضا رو به وجود بیارم. یکی از صحبتایی که از شما میشنوم اینه که مینیمم اینه که وادار میکنه 2 نفر رو که تمام اطلاعات مالی خودشون رو حداقل روی میز بیارن، در نتیجه هیچ چیز دیگه هم تو اون اگریمنت اتفاق نیفته. خود این یکی از فواید به نظر میاد. 100%. برای اینکه ببینید در کالیفرنیا ما تقصیر رو در 1970 از طلاق آوردیم بیرون. الان شده یه نو فالت استیت، یعنی طلاق بدون تقصیر. وقتی یه موکل میاد پیش من ازشون سوال نمی کنم که شما چرا دارین طلاق میگیرین. صحبتی که پیش میاد چه سهامی دارین، چه پولی دارین، چه قرضی دارین، چه درآمدی دارین. اوکی؟ حالا نمیخوام بگم تقصیر در کالیفرنیا بی اثره، ولی که رفتار زن و شوهر فقط در نگهداری بچه شاید ممکنه اثر بکنه، ولی که چون شوهرم بد بود، زن من بد بود، به من خیانت کرد، همه اینا اصلا در دادگاه نمیشه مطرح کرد.
اوکی. پس برای شما که تقصیر رو در آوردین، میبینین که این یک دونه پارتنرشیپ یا شراکت مادیه که شما دارین واردش میشین. اگه شما قرار بود با یه شخصی شریک بشین در یه بیزنسی، چه نوع کسب اطلاعاتی رو میکردین؟ چرا دارین نسبت به این یه جوری دیگه فکر میکنین؟ و اون همونی که شما میگین، به خاطر این ما چون فکر میکنیم ازدواجه نبایستی مطالب مادی رو پیش بیاریم، ولی وقتی ازدواج شد مطالب مادی پیش میاد. این چیزی نیست که شما بتونین by putting your head in the sand be in denial of it. این شدنی نیست. دقیقاً. حالا این یه قسمت از فایده بود. آیا فواید دیگه‌ای هست در پریناپچوال اگریمنت که شما میتونید به دوستان بگین؟ اگر دوباره میریم به ضررش. دوباره من انجام نمیدم دیگه و قصد من از این صحبت ها این نیست که بگم که کسی بیاد پیش من که اینو انجام بدم. به نظر من فقط شاید 3 تا تعداد انگشت شمار وکیل هستن که الان در لس آنجلس که صلاحیت انجام این قرارداد رو دارن. انگشت شماره. اوکی. تعداد وکلایی که این کارو باید بکنن و تنها این کارو میکنن. اوکی. اون روزگاری که وکیل همه فن حریف بود در آمریکا از بین رفته. اوکی. هر کسی متخصص خودش. شما الان پیش دندون پزشکتونم که میرین میخواین روت کانال بگیره، میگه من روت کانال انجام نمیدم، برو پیش اندودانتیست روت کانال تو انجام بده. من هم میگم برو پیش وکیلی که صبح تا شب فقط کارش تهیه قرارداد پریمریتال اگریمنت هست. ولی وقتی شما پریمریتال اگریمنت رو صحیح انجام داده باشین، هر سرمایه‌ای که قبل از ازدواج داشته باشین این مال شما میمونه. حتی در آینده وقتی که شما زمان مشترک روش صرف میکنین، این روش اثر نمیکنه و کامیونیتی یا پول مشترک روی این اثر نمیکنه. درآمد شما جداگانه میمونه. تنها چیزایی که شما نمیتونین در یه قرارداد قبل از ازدواج درباره‌اش صحبت بکنین، یک، اگر خواستیم ازدواج بکنیم نگهداری بچه چی میشه؟ اگر خواستیم طلاق بگیریم خرجی بچه رو از قبل تعیین بکنیم. این دو مطلب نیست. کار دیگه هم که شما نمیتونین بکنین که همه میخوام بکنن، میگن که خب من میخوام با شوهرم مثلا ازدواج کنم و خب نمیخوام قراردادی جلوش بذارم که بگم همه چیز مال من میمونه، خب تو چون چیزی نداری بعد از 20 سال ازدواجم تو از این ازدواج بی هیچی خواهی رفت. میتونم الان من بهش $100,000 پول بدم؟ جواب اینه که نه. اتفاقا یک کیس ایرانی هست به نام مریج نقره‌ای که در دادگاه‌های کالیفرنیا بالا رفت و در مریج نقره‌ای این بود که در روز ازدواج یه چیزی داده شد و دادگاه گفت که شما اگر پرداخت یک پولی رو به طلاق وصل کنین، یعنی بگین اگه من طلاق گرفتم من به تو $500,000 پول میدم، این غیر قانونیه. چرا؟ برای اینکه این شخص میاد میگه که خب من فردا که ازدواج کردم فرداش طلاق فایل میکنم $500,000 میگیرم. این میشه any provision that is promotive of divorce. یعنی هر نوع رتبه‌ای که طلاق و تشویق بکنه غیر قانونیه. جالبه که چون قاعدتا کاملا متفاوت میشه با کانسپت مهریه‌ای که ما داشتیم. جناب دکتر زند، ما به خاطر اینکه وقتمون به پایان رسیده میخوام قول ازتون بگیرم که یک زمان دیگه ای هم شما به ما بدین که بتونیم ادامه بدیم این مبحث رو، ولی تا اینجا چیزی رو که متوجه شدیم اینه که فعلا یه مقدار از فوایدش رو گفتیم، هنوز فواید مونده و ضررهاش هم براتون توضیح بدیم، ولی تا به اینجا یه مسائل بسیار نکته‌های خیلی اساسی رو که من فکر میکنم خیلی از اشخاص متوجه نیستن و نمیدونن رو شما مطرح کردین که خیلی خودش مهم هست و اجازه بدین که جلسه بعد که اجازه وقت به ما بدین دوباره در کنار شما باشیم و برای بینندگان ادامه بدیم این مبحث رو. با کمال مرسی از اینکه تشریف آوردید. متشکرم از شما. مرسی عزیزان با ما بودید. برای برنامه‌های دیگری از ندای درون تشریف ببرین به فیسبوک من و تمام اینها رو روی یوتیوب گوش بدین و فالو بکنین توییتر اکانت منو #دکتر زین برای مباحث دیگه. مرسی از اینکه با ما بودید. روز و شبتون خوش تا برنامه آینده.